بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و على آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر خدا می فرماید: الا ادلکم على ما ننجیکم من عدوکم و یدر لکم ارزاقکم تدعون الله في لیلکم و نهارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن. پیغمبر خدا میگوید: آیا شما را ای امت اسلام خبر دهم به یک عملی که وقتی که شما این عمل را انجام میدهید شما بالای دشمنهای خود ظفر مییابید و دشمنهای شما در برابر این عمل شما مغلوب میگردند. آیا خبر دهم شما را ای امت اسلام با یک عملی که این عمل را وقت شما انجام میدهید یدر لکم ارزاقکم، خداوند شما را بای میگرداند، با دولت میگرداند، رزق و روزی شما را با سبب این عمل خداوند بلند میبردارد. البته پیغمبر خدا غمخوار امت بودند، دوستدار امت بودند و میخواستند که از تمام آن عملهایی که به سبب آن ما و شما بالای دشمنها غلبه کنیم و امت اسلام بای و بدولت شود، راههای آن عملها را برای ما و شما نشان میدادند. پرسیدند: پیغمبر خدا، کدام عمل است که به سبب او ما بالای دشمن ظفر میکنیم، دشمن در برابر ما شکست میخورد؟ کدام عمل است که ما با سبب کردن او به دولت میگردیم؟ پیغمبر خدا گفتند: تدعون الله فی لیلکم و نهارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن. گفتند اون عمل این است که شما دستهاتان بردارین، چی شب باشد چی روز باشد، و از خدای خود دعا طلب کنید، زیرا که دعا این یراق مؤمن است. البته دعا این یراق مسلمان است. ما و شما با واسطه دعا با تمام آن مقصد و آن مرام که در دل داریم اگر از صدق دعا کنیم میرسیم. زیرا حدیث ترمذی هست که پیغمبر خدا گفتند: ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لا. پیغمبر گفتند وقتی شما دعا میکنین چنان تصور کنین که دعاهای شما دانه به دانه در نزد خداوند مقبول میگردد و همه دعای شما را خدای مبارک میشنود. کشد گرمور در زیر زمین آه، حضرت مولوی میگوید کشد گرمور در زیر زمین آه، زحال مورک خود هست آگاه. اگر یک مورچه در زیر زمین اگر آه کشد، اگر به سوی خدا دعا کند که پروردگارا به داد من برس، خداوند میگوید از حال مورچه من درکدار هستم. بنالد گر سمک در زیر دریا، بگیرد دستگیرش قدرت ما. اگر یک ماهی در زیر دریا اگر بیمار شود یا یک مشکلات بالای او بیاید، به سوی خدا دعا کند، خدا میگوید من دعای همون ماهی را میشنوم. این چنین خدای داریم. از این خاطر همگی ما و شما در این روزی پرفیض پراجر، در روزی که دعای بنده مؤمن در نزد خداوند قبول میگردد، دست میبرداریم و دعا میکنیم: پروردگارا از درگاه تو طلب داریم که دین اسلام را بالای همه دینهای منسوخ و دینهای باطله خدایا ظفر نصیب بگردان. و خدای مهربان مسلمانهای مستضعفی در مصیبت آلوده را خدایا از غم و اندوه خلاص بگردان. و خدای مهربان تمام آن نقشه هایی که برای نابود کردن دین اسلام است، برای نابود کردن فرد مسلمان است، خدایا این نقشه ها را برباد بده و خدای مهربان عدد مسلمان ها را در روی دنیا زیاده بگردان و محبت قرآن
محبت خودت را، محبت محمد را در دل ما بندگان جایگیر بگردان و خدایا گذشتگان این قوم جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل، شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهایی که از این جمعیت ما هستند، از این تاجیکستان ما هستند، خدایا با مرادهای حاصل شده بر خاندان پس بگردان. و این رهبریتی که بالای سر ما رهبری دارند، چه از رئیس جمهور چه از رئیس شهرمان، خدایا توفیقشان رفیق بگردان و هر یک آرزوهای نیک برای آبادانی تاجیکستان داشته باشند، خدایا عملیش بگردان و ایشان را خدا عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین ما و شما صحبتی داشتیم در باب حقوقهای زنها بالای شوهرها، چه حقوقها داشتند. اگرچنده که یعنی این دو جمعه هم مختصراً از باب حقوق زنها بیان شد، البته ما باز یعنی اونقدر دانش پیدا میکنیم که باز دو جمعه دیگر در باب حقوق زنها بهر شما صحبت کنیم. لیکن فکر میکنم که همان دو مصرع محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم دانشمند، برای آدم با عقل و با تمیز و با فراست یک نکته بس است، یک اشاره بس است. حالا که ما 2 ساعت در باب حقوق زنها با شما صحبت ها داشتیم، خوش به حال همون مردهایی که سخن پیغمبرشان اجرا میکنن، سخن خداوند اجرا میکنن، خوش به حالشان. و فراموش نکنیم بزرگی زنها باز در اون است که اولین نفری که در دین اسلام داخل شده است این زن است، حضرت خدیجه است. اولین نفر مسلمان در اسلام این مرد نیست بلکه زن است، حضرت خدیجه زوجه پیغمبر خدا. و فراموش نکنید که اولین زنی که در اسلام، اولین نفری که در اسلام شهید شده است اینم زن است، مادری عماره بود، زن حضرت یاسر بود، حضرت سمیه نام داشت که از دست ابو جهل کشته شد. اولین شهید راه اسلام اینم زن بود. و دیگر بزرگیش همین است که این توده مردمی که همه شما نشستین، همه شما از مادر به دنیا آمدین. مادرها بودن که ما و شما به دنیا آمدیم، اونها سبب شدند. از این خاطر کسانی که مادر دارند، کسانی که صاحب زن هستند، صاحب اپه و خواهر هستند، از روی این گفته های پیغمبر و خداوند باید که به احترام زنها برسند، زنها را احترام کنند، زنها را نوازش کنند، زنها را دوستداری کنند. زیرا نه آنقدر حیاتی داره ما و شما که یک قسمت ای را به جنگ جنجال سپری کنیم، هیچ ارزشی ندارد. امروز باشد سوالهایی که چگونه قید کردیم خیلی زیاد منتظر جواب هستند که یک قسمت او را الحال من حاضر کردم. میخواهم که یعنی با یک جوابهای مختصراً و شما جواب بگردانم و خیلی با دقت باشین. السلام علیکم و رحمت الله. داملای شیرین سخن. خدا علمتان زیاد کند. از کتاب صحیح البخاری از شما خواهش میکنم که در باب 60 پیشاب کردن پیغمبرمان از حدیث 224 225 226 که عثمان ابن شیبه از جریر، از منصور، از ابو وائل، از حذیفه گفت یاد دارم که من و پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه می رفتیم و او در مزبله یک جایی که همین خاکروباها را می پرتایند، جای همین غژگی ها و قوم پس دیوار رفته راست ایستاده پیشاب کرد. من از دور شدم، او به من اشارت کرد و من نزد او آمده در عقیبش ایستاده تا فارغ شد. از کتاب صحیح البخاری جلد 1 در بین قوم نمازخوانهای مسجدمان خواندم و قوم مسجدمان اختلاف کردند، درستیش یا نادرستیش فهمانده میدادید. التماس ما در این باب صحبت داشتیم. یک سوال من جواب گردانده بودم. این برادر از ما از کتاب صحیح بخاری که با اون حدیث های نامبر شده یادآور شدن که پیغمبر راستا پیشاب کرده بودند در یک مزبله گفته در یک جایی که همین بگیم غژدی میگیم ما و شما عادی کده اگر به زبان خودمون گپ زنیم، یعنی همون غژدی هایی که میپرتاییم
در همان بالای همانها پیغمبر خدا راستا پیشاب کردند. این حدیث موجود است. ما در بدن این حدیث هیچ یگان اختلاف هم نداریم. لکن من بر شما جواب گفته بودم، باز همان حدیث ها را برای شما کتابت کردم، میخواهم گوش اندازیم. عایشه میگوید که تصدیق نکنید کسی گوید که پیغمبر راستا پیشاب کرده است. این عایشه صدیقه زن پیغمبر خدا میگوید که هیچگاه تصدیق نکنید، باور نکنید کسی گوید که پیغمبر راستا پیشاب کرده است. که من میدیدم که پیغمبر خدا در حالت پیشاب نشسته پیشاب میکردند. این همین حدیث غیر حضرت ابو داوود 5 صحاح 6 روایت میکنن که این حدیث عایشه است که عایشه گفتن که پیغمبر خدا هرگاه پیشاب میکردن نشسته پیشاب میکرد. دوم از سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه کسی اگر از صحاح 6 اگر درکدار باشند، ابن ماجه هم یکی از صحاح 6 است. این حضرت میگوید که از ابن عمر از بچه حضرت عمر روایت میکنند که عبدالله بچه عمر بودند. میگوید که پدرم گفت که رآنی رسول الله و انا ابول قائما. حضرت عمر گفته بود است که من یک بار راستا پیشاب میکردم، به ناگاه پیغمبر خدا مرا دید که من راستا پیشاب میکنم. فقال یا عمر لا تبول قائما، ای عمر دیگر هیچگاه راستا پیشاب نکن، هرگاه پیشاب میکنی نشسته پیشاب کن. فما بلت قائما بعد. حضرت عمر گفت تا وقتی از دنیا گذشتنم من هیچگاه دیگر راستا پیشاب نمیکردم، زیرا امر پیغمبر بود لا تبل یا عمر قائما، هیچگاه راستا پیشاب نکن. این امر حضرت عمر است، امر حضرت پیغمبر خدا با عمر بود. ابن مسعود میگوید، حدیث ابن مسعود است، من الجفا ان تبول و انت قائم. پیغمبر گفته بود است که از جفا هست کسی که راستا پیشاب میکند. این حدیث ابن مسعود است. اگر مسئله های فقهی اگر برای شما مثال بیارم، من یک کتاب دارم به نام فقه الاسلام و ادلته که از 12 جلد عبارت است و 4 مذهب همش بیان میکنه. این حضرت میگوید که یعنی مکروه است راستا پیشاب کردن مگر اگر ضرورت باشد. اگر ضرورت باشد یعنی شما قوت نشسته پیشاب کردن نداشته باشین، این حالت ده یعنی با عذری که تو معذور هستی، این حالت ده ممکن است که تو نشسته پیشاب کنی. و الا آدابشم مذهبیشم بهترشم همین است که شما نشسته پیشاب کنید، بهترین صورتش همین است. دیگر حدیث نکوید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ای واعظ راه خدا، حاجی محترم، فخر کلاب ما جوانان مخلص دائمی شما هستیم و به ما و به شما یک مراجعت داریم. میخواهیم که درباره تکبیر اول نماز به ما شرح دهید که چی درجه ثواب دارد، شاید که با یک چند برادران دیگر هم عبرت شود. با احترام مخلص شما. السلام علیکم و رحمت الله. تکبیر اول یعنی چگونه که امام در نماز الله اکبر میگوید، در مسئله های فقهی میگوید که وقتی که امام اکبر که گفت باید که شما الله میگفتگیتان را به اکبر امام پیوست کنید تا که یعنی اقتدای شما از پس امام صورت گیرد. این صورت مسئلهش. و پیغمبر گفتن تکبیرت الاولی خیر من الدنیا و ما فیها. همین تکبیر اولی که با امام دیراب بکنید شما، رسول اکرم گفتن بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیا وجود دارد. از تمام آنچه که در دنیا وجود دارد یک تکبیر اول را با امام دیراب کردن این بهتر است. گفتن یعنی خوش به حال همون برادرانی که اینجا مقصد از نماز با جماعت است که وقتی می آید در جماعت اشتراک میکند یک طرف ثواب، باز وقتی که تکبیر اول را دیراب میکند باز یک ثواب دیگر، ثوابی که دیگر اجرش ثوابش حساب ندارد. یعنی در این حالت مادامی که این مکافات که خدا برای ما و شما نصیب بگرداند باید که حرکت کنیم که پیش از امام در مسجد حاضر باشیم و در حالتی که امام الله اکبر میگوید همان الله خودمان به اکبرش که چسبانیم انشاءالله ثواب همون تکبیر اول را میگیریم. اگر مبادای که یگان تأخیر میشود و شما دیر میکنید، ممکن که میآید که تکبیر اول دیراب نمیکنید، ممکن که در دویم رکعت شما پیوست میشوید، در سوم رکعت پیوست میشوید، شما هم ثواب تکبیر اول دیراب کردگی هستید، زیرا برای شما عذر بود و الا شما بر وقتر آمده
با نیت یعنی با امام نیت میکردیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، خواهش داشتیم از شما که با یک چند سوال ما جواب دهید. آیا در وقت قضا کردن خفتن وتر واجب را قضایی خواندن ممکن است یا نه؟ قضایی خواندن ممکن است. یعنی در نمازهای قضایی فقط فرضها خوانده می شود و وتر واجب خوانده می شود، سنت ها دیگر خوانده نمی شود. در نزد استادی که ما علم دینی و دنیوی می آموختیم و از همه کار بد دست کشیدیم، برای همین کار نیکش همسایه‌اش استاد را رنجانید و استاد دغلانه رفتار کرد. استاد از ما خواهش کرد که همسایه را نرنجانید. ما همسایه را خفه نکردیم، اما مقصد همسایه این است که ما به نزد استاد نرویم. ما از آموزش باز ماندیم و ما مصلحت دهید فکر شما درباره این گونه شخصان چی گونه است؟ ما یک گروه جوانان دائمی شما. یعنی برادر عزیز، آن استادی که البته علم دارد، سواد دارد، من بسیار میخواستم که همون حل همون مشکلات از استادتون پرسان کنیم، زیرا حالت همون همسایه را و حالت همون محله را همون استاد شما خوبتر میداند. یعنی چگونه ای که اگر همون استاد به شما توصیه داد همون را پیشه کنیم. برای من نمیدانم که اون همسایه کی است، وای مسلمان است، وای کافر است، وای منافق است، اون من نشناسم. برای همین من از دور ایستاده و این مسئله را حکم کرده نمیتوانم. بهتر و خوبترش همین است که از همون استادتون این مشکلات ان شاء الله سوال کنین، خود من حضرت چیزی که به شما جواب گوید. السلام علیکم ای بلبل اسلام، از شما خواهش دارم که با همین سوال من جواب پره گردانید. اگر برادر دادر خودش را از مادر دشنام دهد، حال این برادر چی می شده باشد؟ با احترام مخلص اشدی شما. اگر این برادری که برادر خودش را از مادر دشنام می دهد، این نشانه ابلهی وی است. این ابله میگویند. این ابله میدونی نه؟ آدم احمق، آدم بی فراست، آدم بدبخت. زیرا ابلهی او از همین معلوم می شود که مادر همون برادرش مادر وی هم هست. وی مادر تنها اون برادر نیست، همون برادرم همون مادر به دنیا آورده است، این کثافت هم همون مادر به دنیا آورده است. وقتی که همون برادر که دشنام داد تصور نمیکرد که مادر دشنام داده ایستاده است. وقتی تو اگر ندانی، من برای تو خبر میدهم که خداوند قادر و بی همتا در سوره لقمان به ما و شما میگوید و وصینا الانسان بوالديه حملته امه وحنا على وحن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. این خداوند سپارشش است. و وصینا، مفسران میگن خداوند میگن من سپارش میدهم، وظیفه‌دار میکنم فرزند آدم را که با پدر و مادرش باید که مهربان باشد، علل خصوص با مادر میگوید خدا. زیرا برای چی؟ زیرا که خدا گفته ایستاده است و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وحنا علی وحن، زیرا که مشقه علی المشقه، زیرا که وی یک گوشپاره در شکم مادر بود، روز به روز وی به کیلو به چند کیلو تبدیل می‌یافت. این مادر وی در شکم میبرداشت. وقتی زاییدن، وقتی تولد که نزدیک میشد، همین مادر دعا میکرد که پروردگارا همین فرزند من سالم براید، من راضی اگرچه من از دنیا هم که گذرم، خدای همین فرزند مرا سالم به دنیا برار. انا همین مادری که مشقت به مشقت این کثافت در شکم به خود برداشته است، امروز وی دشنام کننده این مادر است. و فصاله فی عامین، خداوند بین دوام میدهد آیت، این مادر برای شما 2 سال دیگر باز شیر داد، 2 سال دیگر شیر داد. یک شب همه شما قریب زندار هستین، یک شب همون احوال عائله که نظر کن. اگر کودک میده داشته باشد چقدر زحمت میکشد، باری هم اوف نمیگرد. باور کن 10 بار از همون گهواره بیرون میکند، بدن هم را تماشا میکند، روغن میکند، میگذارد، شیر میدهد برای همین روز که باید دشنام دهی. ای خدا زنت را. مرد پیش پیغمبر آمد، من احق الناس بحسن صحابتی، ای پیغمبری خدا از همه ده حق بلند کی دارد که من او را اطاعت کنم؟ پیغمبر چی گفتن؟ امک. ثم من یا رسول الله؟ فهمیدم. پیغمبر گفتن مادرت. گفتن فهمیدم پیغمبری خدا مادر با قدر هست. ثم من، بعد از آن کی هست؟ پیغمبر امک، باز مادرت. پیغمبری خدا فهمیدم، باز ثم امک، باز پیغمبر باز مادرت گفتن. ثم من یا رسول الله؟ ثم اباک، بعد از آن پدرت. 3 بار مادرت 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 بعد پدرت. ان رجلا قال یا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما؟
پیغمبر خدا من سوالی دارم. یک جوان سوال دادن، حق پدر و مادر بالای فرزند چی است؟ چند قدر حق دارن؟ پیغمبر چی گفتن؟ قال هما جنتک و نارک. گفتن جوابی مکمل میفاره. جوابی مکمل همین است که همین پدر و مادر تو دوزخ جنتی تو هستن. اگر دوزخی میخوای به حرمتیشان کن، دشنامشان بده. اگر جنت میخوای سرت خم کن، اونها را احترام کن، ان شاء الله جنت برای تو نصیب میگردد. این از حق پدر و مادر. من الکبائر شتم الرجل والديه. پیغمبر گفتن همون بدبخت گفتن خبر بده که از جمله گناه کبیره است کسی که مادرش دشنام میدهد. این گناه کبیره کرده است. انسان به سبب گناه کبیره در آتش دوزخ عذاب داده می شود. وای به حالت. تو نماز بخوانی، تو عبادت خدا را کنی، باز مادر دشنام بدی، پدر دشنام بدی، این چی معنا دارد؟ این چی عبادت است؟ السلام علیکم داملای محترم، درود و رحمت خدا بر شما و اولاد شما باد. من استقامت کننده محله 82 شهر دوشنبه هستم. نامم فرخ است. در بازار کار میکنم، فروشنده. تا حال شما را ندیدم، لکن انشاءالله زیارت میآیم نزد شما. از قصیده هایتان به اهل عائله‌مان استفاده میکنیم. خواهش من این است که درباره فضیلت نماز و بد بودن بی نماز و درباره عرق و عاقبت آن صحبت کنید. این مکتوب را به دست یک برادر کلابی و شما میفرستم. در پناه خدا باشید انشاءالله. یعنی این برادر برای ما تکلیف کردن که در باب نماز و آدم بی نماز و در باب نوشیدن عرق و تشکیل کردن عرق یعنی با ما صحبت کنید. انشاءالله خدا خواسته باشد جمعه های بعد حق شوهر، اولین جمعه که شروع می شود این از نماز است و از فضیلت نماز است و از کسانی که نماز نمی خوانند. در این باب ها البته صحبت می کنیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. اولا می خواهم خداوند بر عمر جان شما برکت عطا کند و بعد از آن می خواهم بر این سوال خود از زبان مبارک شیرین شما پاسخ گیرم. هنگامی در نماز بودن به صف پیش یا بر قدم زدن جایز است یا نه؟ جایز است. اگر شما میبینید که صف پیش یعنی جای دارد، شما نیت کردین و پیش کشاده شد، در حال یک قدم زنین، جایز است. وقتی یک قدم زدین نگاه کردین که باز صف پیش باز کشاده است، باز یک قدم دیگر زنین. باز نگاه کردین که پیشتر باز کشاده، باز یک قدم دیگر زن. یعنی فقها میگن تا 3 قدم در داخل نماز در حالت نیت کردنم یعنی حق داره که 3 قدم برای صف را پر کردن حقوق دارد آدم نمازها که قدم زند. اگر پهلو هم که اگر جای خالی باشد میتونی که پهلو را چکار کنی؟ یعنی پر کنی، جایز است. بعد از گذشتن 1 یا 2 رکعت نماز مولا امام وفات کند، در این حالت نماز را کی میگذراند؟ اگر مولا امام وفات کند نماز همه فاسد میشود. یعنی وقتی مولا امام در نماز بود 1 رکعت یا 2 رکعت خواند که خداوند امانت گرفت، اینجا نماز همه قوم فاسد میشود. اگر امام بیهوش شود یا یک سنگ آمد در سر امام زد و مثال خون جاری شد، این حالت ده امام کناره میایستد، زیرا که وی طهارت شکست و یک نفر از همون صف اول در جای امام میایستد و نماز دوام میدهد. از کدام رکعت، از کدام موضعی که بود. درباره بندگانی که نماز ندارند ولی فعل و رفتار خوب دارند، قرآن چی میگوید؟ همین آدمی که نماز نداشته باشد لیکن فعل کردار خوب دارد، در اصل وجود دارد. هست آدم‌هایی که خوبند، رفتار خوب دارند، گفتار خوب دارند، لکن نماز ندارند. این معنای را دارد که هر یک عمل نیکی اونها را همین بینمازیش همش نابود میکند. اگر همین روز تا بیگاه صدها مسلمان دست شگیرد، چی به یاردمی مثال جانی باشد چی مالی باشد، لیکن مادام نماز نمیخواند وای در لعنت خدا گرفتار است. پیغمبر خدا میگوید العهد الذی بیننا و بینکم الصلاه. ای امت اسلام، من با شما در عهد بستگی هستم، شرطنامه دارم. پیغمبر میگوید یعنی در حالت شما امتی من هستید، در حالت شما مسلمانی کامل هستید که شما نماز داشته باشید. اگر نماز نداشته باشین شما عهد ما را شکستین، شما شرطنامه را شکستین، شما پیمان را شکستین، شما امتی من نیستید. یعنی همه کارهای این برادر حبطه است، بیکاره است و پیغمبر در دلشان زیاده بگردد. خدای مهربان این پدر و مادر در دلشان مهر قرآن و مهر اسلام خدای مهربان جایگیر بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای داملا حاجی مرزا. من دویم بار شد که سوال میدهم لکن جوابشو نمیگیرم. باز میپرسم که
این برادر دویم بار شد سوال میدهد. راستی باید این سوال همون کدام برادری باشد این جوابم ارزش ندارد، لیکن خیلی مادام تکلیف کرده من برای تو یک جواب میگم. آیا از روی کتاب نکاح را خواندن درست است یا نه؟ یکم سوال. دوم، آیا ملا میگوید که چینی در نکاح حق ملا هست؟ آیا حق میگوید؟ در این اسراف داخل نمی شود؟ و اگر این ملا دعوا کند که این چینی حق من است و او در این مسئله ناحق است، آیا دروغگو حساب نمی شود؟ برادر خیلی بیچاره، البته قدرتی در دلش داره نسبت ملاها. خب یعنی از روی کتاب نکاح کردن جایز است. اگر یعنی شخصی هست که مثال نکاح را از یاد نمیداند، خب خواندن نمیتواند، یا اینکه در بین معرکه خودش را ممکن که گم کند، از این خاطر میتواند که کتاب را در پیشش حاضر کند و همان شاهدها را حاضر کند، نکاح را خواند، انشاءالله نکاح درست میشه. لیکن همان یک چینیه که در نکاح همون عادت چی دست بگیم مردم میپیچونن در دست همون ملا میدهن، میگن حق ملا هست. این ملا نمیگوید که حق من است، بلکه مردم میگویند که همین حق ملا هست. یعنی ببین از همان توی همون یک چینی یک سامان قیمت دارد، همون حق ملا بوده است. و همین اگر مثال در خاندان تو اگر نکاح شود، همین نده بر ملا، این حق ملا نیست. لیکن در این مسئله وای دروغ می شود نمی شود، آیا این اسراف می شود نمی شود؟ اسراف انا اون یشیکای عرقی که در خانه میتی انا اسراف است. ها ارتیس میاری و رقاصه را که در بین میپرتای هزارها مسلمانه بیراه میکنی انا اسراف. 20 ماشینی که پیش سامانی میبری پیش حضرت امیرجان میبری انا اسراف. اینا اسراف هستند. یک چینی که برای ثواب در دست یک ملا دادی رفت در داخلش با فرزندش طعام خورد، همین اسراف است. ای وای به ایمتیت، یک چینی دادی. آدما برای ملا خانه میخرند، ماشین میدهند، اسراف شده است. اسراف در پیشت است، اسراف تماشا کن. السلام علیکم داملای عزیز، ما یک گروه مخلصان شما، یک برادر ما در بازار سودا میکند، وای از سر هر یک متر میزند و با او میگوییم که نکن، میگوید هر کی کاری خودش را کند. خوب میشد در باب این مسئله سخن میگفتید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی این برادر شکایت کردن که از سر متر این گزوارهایی که میفروشند یعنی حق برادر را میخورده است، یا از سر کیلا، یا فریب یک برادر مؤمن. وقتی پیغمبر خدا به مدینه آمدند، در مدینه سوره مطففین نازل شد. یعنی در مدینه مردم مدینه بی نهایت در ترازو بیرحم بودند و حق مردم میخوردند. و این سوره مطففین یعنی سبکگیرها، سبک دهندگان گفتگی آیت است. من میخواهم همین برای بعض برادران که سوداگر هستند یعنی گوش اندازند که خدا برای آدمهایی که از متر یا از مثال کیلا میزنند، یا امروز در بنزین‌های ارزان عررش میکنند، یا در سرالکه ها دیگر چیزها را عررش میکنند، خداوند چی میگوید؟ این مطففین به همش تعلق دارد. ویل للمطففین. خدا میگوید وای به حال آن کسانی که حق برادر را میخرند، چه از کیلا باشد، چه از متر باشد، خب چه از شیر را به آب عررش کردن باشد، همه اینا داخل هستند، همه اینا خیانت هستند. خدا میگوید وای بر حالشان، ویل بر حالشان. ویل مفسران میگویند این یک چاه است در بین وادی دوزخ، که دوزخ با این قدر قهر و غضب باز از این دره ویل میترسد و به سوی خداوند هر روز میگوید 70 بار پناه طلب میکند که خدایا گرمی همین ویل را به نزد من نیار. دوزخ میترسد. همین ویل برای آن کسانی هستند که در دنیا حق برادر مؤمن میخرند. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. خدا میگوید همین کمگیرها یعنی حقخورها کسانی هستند که وقتی که برای خود میگیرند پره میگیرند. یعنی ببین امروز دهقان وقتی به بازار میآید، از او وقتی محصولات دهقانیش همان سوداگر میخرد، دانه به دانه حساب میکند، کیلا به کیلا میگیرد. اگر گازوار باشد متر به متر حساب میکند، اگر بنزین باشد لیتر به لیتر حساب میکند. خدا میگه اینها میگه همین گروه هستند که دانه به دانه حساب میکنند. و اذا کالوهم او وزنهم یقصرون. لیکن وقتی که اگر سودا کنند
در ترازو خیانت میکنن، در سودای خود خیانت میکنن. حق برادر چه از کیلو و چه از متر و چه از لیتر و از هر کدامش چیکار میکنن؟ میخرن. در دوام خداوند چی میگوید؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. خدا میگوید که ای سوداگرهایی که حق مردم میخرین، ای سوداگرهایی که از متر حق مردم میخرین و دیگر سوداگرهایی که حق مردم میخرین، الا یظنون، مفسران میگن این قسم است. شما میگوید از روز یوم عظیم نمیترسید؟ از روز قیامت نمیترسید؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، این خدای شما را ای سوداگرها راست میکند و حق آن برادرهایی را که خوردید اونها را پیش شما را حاضر میکند و خبر میدهد که تو درک نداشتی، انا همین کثافت حق تو را خورده بود، از این ثواب بگیر. در اون حالت ما دیگر متر نمیگیریم، ما کیلوی خوردگی اون نمیگیریم، بلکه از ثوابش چیزی میگیریم. برای ما اون حالت در فقط ثواب در کار، ثوابهاش میگیریم. هر یک آدم دعواگر وقتی ثواب گرفت وای دیگر خالی میماند، وای بی ثواب میماند، وای چیکار میکند؟ عاقبت وای وارد دوزخ میشود، وارد همون ویل میشود. قوم شعیب در سوره هود الله اعلم قصهش میگذرد، خداوند همین قوم شعیب از حساب همین کم زدن ترازو خداوند نابودشون کرد، همه‌شون نابود کرد. ابو هریره میگوید بار من از یک کوچه میگذشتم، حضرت ابو هریره، نگاه کردم که یک زن در شیر آب میریزد. گفتم ای مادر این چه عمل است که تو انجام میدهی؟ گفت بسیار فقیر هستم. ای دوستی خدا گفت میخواهم که همین اندازش از زیاد کنم تا که امروز یک پیسه زیادتر پیدا کنم تا زندگی من بهتر شود. ابو هریره غمی او نخوردن، گفتن ای مادر وای به حالت که همین کاسه شیر را خداوند روز قیامت در پیش تو میگذارد و به تو امر میکند که شیر را از آب جدا کن. جدا کردن میتوانی؟ نمیتوانی. المسلم اخو المسلم لا یظلموه ولا یخونوه ولا یکذبوه، کل المسلم علی المسلم حرام عرض و مال و دم. پیغمبر خدا میگه مسلمان برادری مسلمان است، باید مسلمان خیانت نکند، باید مسلمان دروغ نگوید، باید مسلمان خار نکند. پیغمبر میگوید که آبروی مسلمان بر شما حرام است، مال مسلمان بر شما حرام است، حق او بر شما حرام است. مادام حرام باشد وای برادری تو باشد، این چی گونه مناسبت است؟ در دوره‌های پیغمبر میگوید یک صحابه بود به نام جلیل جبری، بار غلام خود امر کرد که ای غلام، گفت رفته گفت از بازار برای من یک اسب بخر. آن خدمتگار آمدند، جلیل جبری را خدمتگارش آمدند یک اسب خوب را دیدند، گفتند چند ارزش دارد؟ گفتند چند میخری؟ گفتند چند ارزش دارد؟ گفت 400 درهم ارزش دارد. گفت بنشگیر نزد مولای من میرویم و حق پول شما را مولای من میدهد. مسلمان ببینین وقتی که این خدمتگار همراه این فروشنده به نزد سردار این خدمتگار آمدند، خدمتگار به اسب نظر کرد، گفت به چند میدهی؟ گفت 400 درهم. گفت دوست می‌داره که من 500 درهم به تو دهم. میگوید این فروشنده حیرت دماندند، گفتن 600 درهم به تو میدهم. گفتن من تعجب میکنم، در عمر خود یاد ندارم که خریدار نرخ را بردارد. گفتن اگر به من اجازت دهی من به تو 800 درهم میدهم و این اسب را از تو خریداری میکنم. قسم به خدا گفتن این اسب تو 400 درهم نه، بلکه در بازار ارزش 800 درهم را دارد و من با پیغمبر خدا عهد بستم که در هیچ معامله نادرست رفتار نمیکنم، عهد شکنی با پیغمبر خدا نمیکنم. چگونه عهد میبستند، چگونه یک غم مسلمان میخوردند. این است برادری. امروز ما و شما حقش هم میزنیم، باز مال ما نقص دارد، نقص مال هم بیان نمیکنیم، نمیگیم که همین مالی ما نقص دارد، بلکه چی میگیم؟ از اون برادران نخر که از اونها عیب دارد، از من بخر. امروز حالی بازار به همه ما و شما آشنا هست، لیکن خوش به حال همون برادرانی که انصاف دارند، خوش به حال همون برادرانی که سودای درست میکنن، حق برادرشون نمیخرن. ان شاء الله همون کمی که شما میابین همون کم برای شما در روز قیامت فایده آور است از اونی که تو امروز 100 سامان میابی لیکن فراموش نکن که وای تو آرام نمیخری. اون حق برادر چیزی نیست که تو را آرام گذارد.
یا کثافتی وای در خودت میزند، یا در عائلت میزند، یا در فرزندت میزند، یا در مالت میزند. اینش هم فراموش نکن. داملای محترم، در معرکه‌ای که ما را با سبب سطر داشتنمان طعنه کردن و گفتن که مادام سطر میکنید به معرکه ما نآیید، زنی سال خورده مرا طعنه کرد. با احترام خواهر ایمانی شما. دوم، شخص عرق می نوشد و باز نماز میخواند، حکم وی در شریعت چی است؟ این سوال دومش معلوم است. کسی عرق می نوشد نماز میخواند، یعنی این مسخره کردن بر اسلام است، مسخره کردن بر مسلمان ها است. بهتر و خوبترش همین است که اون بدبخت نماز نخواند. یعنی بین خداوند در قرآن میگوید قد افلح المؤمنون، به تحقیق نجات یافت. سوره مؤمنون به تحقیق نجات یافت مؤمن ها. همه مؤمن ها نه، کدام مؤمن ها؟ الذين هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشع هستند. خاشع را مفسران میگه که نرم دل هست، ترس در وجودش هست. انا همان مؤمن ها در نزد خدا نجات یافتگی هستند. وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای نرم هست؟ وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای ترسان به سوی خداست؟ اگر وای از خدا می ترسید وای عرق نمی نوشید، زیرا خدا امر میکند شما عرق ننوشید. و این خواهری که از ما التماس کردن که در معرکه‌ای که با سطر می رویم برای ما زنهای سال خورده میگویند که در معرکه ما اشتراک نکنیم مادامی که شما سطر دارید. من این سوال بار جواب گفته بودم، خیلی جمعه پیش بود، لیکن باز میگویم که کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل از توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا خفت. این مولوی میگه ای کمپیر بدبخت، ای خدا زده ای که این دختری تو حکم قرآن به جا آورده ایستاده است. این تو وقتی طعنه میکنی روح تو در عالم ارواح گفته بود. چی گفته بود؟ گفته بود خدا گفته بود که الستو بربکم، آیا شما نیستین ای مردم بندگان من؟ قالو بلا، تو گفته بودی بله من بنده تو هستم. امروز چی شد؟ میگه مولوی که تنت در بستری شیطان چرا خفت. چرا امروز تو پیرو شیطان شدی؟ اون وسواسی که اون کمپیرها و اون موسفیدها و اون جوانهایی که برای دخترهای با سطر این گونه ملامت ها میکنن، این وسواس شیطان است که در وجود این کمپیرها جایگیر کرده است. تا جایی که دعا کنی در حقش که خوش به حالت دختر عزیز که این کار خیر انجام دادی و خودت از همین دخترت عبرت گیری، از همین خواهر عبرت گیری. این کلمات مانده، این راه مانده، تو طعنه میکنی. تو چی را طعنه میکنی؟ آیات قرآن، احادیث های پیغمبر خدا را طعنه میکنی. کسانی که به خدا قسم به حرمت همین قرآن مکرم معظم، در همین قرآن سوره وجود دارد به نام نور که یک طایفه بنی تمیم میگفتند پیش پیغمبر خدا آمدند، پیش حضرت عایشه آمدند و در بدنشان لباسهای بی سترانه داشتند. عایشه صدیقه مادر مؤمنها زنها را شفاعت میکردگی، نه این کمپیر بدبخته، همان زنهای با ستر است. عایشه چی گفتند؟ لم تؤمن امرأة بصورة نور من تلبس هذا. ایمان ندارد، گفت حضرت عایشه، همان زنی که این گونه لباس میپوشد آیا از سوره نور درک ندارد؟ آیا خدا در سوره نور چی خبر میدهد؟ میگوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر رویمال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، پاچه های دراز داشته باشند، آستین های دراز داشته باشند. این حکم خداست. کسانی که با این سخنها پیرو میشن قسم به خدا آنها از شیطان دیده بدتر هستند. چون این نخل است اندر ساعت نور. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادن. گفتن محبان خورده صد سنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدند. این زنهای راه اسلام در حالت سطر داشتن، در حالت دعوای اسلامی اونها به شهادت رسیدند، چه عذابها کشیدند. تو میگوید وقتی که با سطر میگردی تو به طعنه میمانی؟ نه، به طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنند، تو را اینها ملامت میکنند. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزنند. ز هر سو میجکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله.
حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این موسفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنن، اینها سگان هستند که میجکن، لکن تو بجکیدن این سگها از راه نمان. تو سطر کردن بگیر. هرچند که گردن با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهه کی نوشد برا. زنهایی که اگر سطر ندارن مثل همون ظرفهایی که آب میگیرن سرپوشه ندارن مثل همون هستند. آب بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنه نه خورده میتواند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پوشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورة، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهایی را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند. اینا در لعنت خدا گرفتار هستند. این سخن نه حاجی است نه شیخ است نه بافته. اینجا یک برادرم سوال کرده است که میگویند که همین سطر ما را طعنه میکنن که این سطر از ایرانیا هست، این سطر از افغان هاست. این نه از ایرانی است نه از افغان هاست، این نه ساخته ملا است نه ایشان است نه شیخ است، این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای مهیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور، بلکه پشیمان شو که چرا من قدرتی ندارم که زنی من با سطر گردد، پشیمان شو که چرا خواهری من بی سطر است. این ده پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند ان شاء الله زبان تو بریده میکنه. السلام علیکم استاد عزیز حاجی مرزا، خداوند عمر شما را 100 ساله کنه و فقط در راه خدا خدمتگار باشید و فقط حقیقت را بیان کنید. از روزی که شما امر معروف میکنید خیلی بهبودی ها در جوان پسرها و دخترها پیدا شده است و ما با شما افتخار داریم. من چند بار در خانه امان مهمانهای رهداری را قبول کردم که خاصه برای دیدن شما آمده بودند. اکای حاجی، من سوالی دارم. بعضی از جوانهایی که زن دارند نزد یکدیگر خانه‌داریشان را خبر میدهند و آنها نماز جمعه میخوانند، آیا گناهگار نمیشوند؟ التماس جواب درست و پرره گویید. یعنی این برادر از ما سوال کردند که بعضی از جوان دخترها و جوان پسرهایی که خانه‌دار هستند خانه‌داریشان در بین یکدیگر حکایه میکنند، یعنی چگونه با زنهای خود هم خوابه میشوند، چگونه با شوهرهای خود هم خوابه میشوند، اینها را بین یکدیگر حکایه میکردند. آیا این گناه است یا ثواب؟ پیغمبر خدا میگوید، گوش میاندازیم که حدیثی هم مسلم است هم ابو داود است. ان شر الناس منزلة عند الله یوم القیامة الرجل يفضي الى المرأة و تفضي الیه ثم ینشر سرها. پیغمبر خدا گفتند بدبختترین و بدترین مردها و زنها همان مردها و زنهای هستند که کار شب خود در بین یکدیگر حکایه میکنند. اینها بدبختترین و پسترین زنها و مردها به حساب میروند که نزد یکدیگر از خواب و خیز خود باز حکایه میکنند. باور که از این بی حیایی وجود ندارد. نخواد که مثال مرد در پیش یک مرد دیگر چگونه با زن خود خواب میکند حکایه کند. این بی حیایی است. نخواد زن در پیش زن با شوهر خود چگونه هم خوابه میشود حکایه کند. ابو هریره میگوید بار پیغمبر خدا نماز خواندند و بعد نماز که در مسجد میگوید زنها هم بودند مردها هم بودند. پیغمبر پشت کرد، میگه پشتشان به طرف محراب گردانیدن، روی به سوی مردم گردانیدن، مثل که من با شما نشسته هستم. گفتند ای مردهای امتی من، آیا در بین شما مردهای وجود دارد که همخوابگی خود در بین مردها حکایه کنند؟ ابو هریره میگوید این سوال پیغمبر کردند، تمام مردها خف ایستادند، خاموش ایستادند، کسی از جا نخیست. باز اعلان کردند ای زنهای امتی من، زنها هم در مسجد بودند، ای زنهای امتی من، آیا در بین شما کسانی هستند که چگونه با شوهرهای خود خواب میکنند در بین زنها حکایه کنند؟ میگوید ابو هریره میگوید از بین دخترها دختری کعاب سری زانو خیست و گفت ای پیغمبری خدا، قسم به خدا که در بین زنها گفت زنهای وجود دارد که سیری خدا همخوابگی خدا در بین یکدیگر حکایه میکنند و قسم به خدا در بین مردها هم وجود دارد. گفت پیغمبر گفتند اگر گفت این معامله در بین شما باشد، تصور کنید که مثال شما به چی مانند است؟ به مثالی که شیطان در بین راه با زن خود همخوابه می شود که تمام مردم آنها را نگاه میکنند، چقدر گناهگار می شوند. انم شباهت شما، تشبیه شما، مثال شما مثل انم شیطان نر و شیطان ماده است. گفت بسیار بد است.
بسیار ناخوب است که انسان سیری خود، همخوابگی خود باز در بین یکدیگر حکایه میکنند. بسیار کار نادرست است. آخران جواب ان شاء الله میگیم و دعا میکنیم. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان اکای حاجی میرزا مراد. من یک مخلص دائمی شما میباشم که نماز جمعه را در مسجد شما میخوانم. از شما خواهش دارم با این سوال من جواب درست دهید. من از ماه ایون سال گذشته صاحب $800 شدم. تا این سال این پول زیاد هم شده است. میخواستم زکات این را همین ماه بدهم و یک دادر دارم 4 سال میباشد که بیماری پادرد یعنی رادیکولیت است. او طالب علم مسجد داملا محمد الله میباشد. من زکاتم را به او دهم میشود. در یک خانه زندگی میکنیم. در آخر از شما خواهش دارم که در حق او دعا کنید الله به او شفا دهد. التماس. تا اینجا باز یک جواب یک سوال دیگر در باب ناس و سیگارت گفته است. ان شاء الله ما جواب اینها را گفته بدیم که از پشت ناس و سیگارت یک آدم میگوید در راه همون گیری همون سیگارت در دادن شده است و سر خود پس در حالت ماشین حی کردن که یک کودک زده است. یعنی این جوان میگوید که من همینجا کثافتی ناس و سیگارت حس کردم که همان سبب شده این کودک زیر ماشین ما. البته ما از کثافتی ناس و سیگارت و شما خبر داده بدیم که هیچ نیکبختی برای شما ندارد. لیکن سوال اولی که زکات برای دادر خود دهد البته اولا و افضلم همین است که همین برادر همان زکات خودش با همین دادری که بیمار است و این دهد تا که وی رفته تبابت کند. ان شاء الله این ده ثواب زیاد میگیرد. یعنی بین دادر و بین اکا، بین خواهر و بین اپا، بین دادر و بین خواهر و اپا، یعنی دادن زکات، عشر، صدقه فطر جایز است. لیکن دادن زکات و صدقه فطر و عشر بین پدر و بین فرزند و بین فرزند و پدر و مادر جایز نیست. بین دادر و خواهر و اپا یعنی زکات هاتون شما میتونین که دین. امروز از همه باز افضلتر برادرایی که به دولت هستین شما آگاه باشین که امروز در کولاب میخواهند که یک کلیسای بنا کنند. این علکه پیشنهاد شده است و البته حکومتدارای ما و شما هم نمیخواهند، لیکن خاتمش هم بینهایت ناخوب است. در یک خانه تصور کنید که یک برادری تو نصرانی میشود و تو اسلامی هستی، شما دیگر در یک خانه زندگی کردن نمیتوانید. کاری کنید برادرهایی که با دولت هستین از سر 100 سامانی در یک ماه گذر کن. برای یک همسایه دو همسایه فقیر و بیچاره‌ای که داری برای همون یک قابچه‌ای که یهودی میدهش یک قابچه آرد است یا 1 کیلو روغن است که همه با پول میکروب است. همه ما و شما را کسلی کردیم، روز بیماری کرد. همونها را شما خود خرید کنید در دست همون بیچاره ها دهین. خدا برکت دهد. برادر حاجی رجب علی این محله ما وکیل بدن. قریب 300 سامان همینجا جدا کردن، از همین با دولت های محله جمع کردن. قریب 20 نفر خواجگی همین محله را تقسیم کردن. باز ان شاء الله من این طلب دارم و آرزو دارم و در خاطر و در خواهش این برادرم هست که ما بردوام میکنیم. یعنی کم هم که باشد دادن در کار. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. مراد و مطلوب های ما و شما را خداوند حاصل بگرداند. ما اینجا چند برادرهای دعا طلب هستند، یعنی میخواهم که در حقشان دعا کنیم. اینجا یک برادر فردوس که روز آمده بودن اینجا یک مبلغ گذرانیدن که تا که برای بعض تعمیرهای همین داخل مسجد صرف کنید و از ما دعا طلب کردن. خدای مهربان این خیر احسانش به درگاهش مقبول بگرداند، مرادهاش خدای مهربان حاصل بگرداند و هر مشکلاتی که دارد خداوند مشکلاتش آسان بگرداند. و بابای ادریس که ما در جنازه اشتراک کردن توانستیم در دهنه پدر برادرمان شمس الدین از دنیا گذشته بودن این هفته و اکی فیض الله فرزندشان الحال یعنی صدقات کردن که در حق پدرشان دعا کنیم. این محله ما اکی فیض الله هم گذاشتن و اکی عبدالله تاقی فروش که فرزندهاش در یعنی نمازهای جماعتی ما و شما اشتراک دارن. برادر خیرالله این یعنی اکا هم از دنیا گذشتن و فرزندهاش دعا